شاید باورتون نشه ولی هموطنای خودمون اگه اراده کنن میتونن کل خونه و ماشین رونالدو رو بخرن و بفروشن. در صدر لیست ثروتمندترین ایرانی اسم مرحوم اسدالله عسگراللهی قرار داره. ایشون یکی از بزرگترین صادرکننده‌های آجیل و خشکبار ایران به جهان بود که ثروتی بیش از 500 میلیون دلار حمل می‌کرد و رئیس اتاق بازرگانی ایران در چین بود. نفر بعدی محمد رضا مدنی، پادشاه بیچون-و-چرای خودروه، کسی که داراییش بیش از 500 میلیون دلار تخمین زده میشه. این مرد با یه ماشین شروع کرد و الان صاحب یکی از بزرگترین امپراتوری‌های خودرو در دنیاست. در سن 15 سالگی برند تسلا رو به ثبت رسوند و با فروشش به ایلان ماسک به مبلغ 10 میلیون دلار اولین قدم‌های بزرگ خودش رو برداشت. بعد از اون با تأسیس برند وسلا پادشاهی خودش رو آغاز کرد و حالا هم صاحب یکی از گرانترین مدل‌های بوگاتی و یاتایی که قیمتشون قابل تخمین نیست. داخل پارکینگ شخصیش ماشین‌های کلکسیونی وجود داره که اصلا نمیشه روشون قیمت گذاشت. نفر سوم آقای یونس ژائله، مالک کارخونه بزرگ شیرین عسل و یکی از کله گنده‌های صادرات ایران به جهان که عنوان اولین کارآفرین نمونه ایران رو به خودش اختصاص داده و امروزه هم محصولات شیرین عسل به بیش از 65 کشور جهان صادر میشه. به افتخارشون لایک کنید و یه جمله براشون بنویسید.